صورتهای اخیران بود و کتکیشان خیلی آمد. خاصیت صبورова ساکنی شهر کولوب گور و نشانه‌های از پسر جهادیش را در اینترنت جستجو می‌کند. پسرش بختیار شیروف معروف با ابو احمد تاجیکی در ماه مارس سال 2014 در سوریه کشته شده است. одноклассники کردیم. اینترنت در اومدم. چند کسا گفتم مرا یاد بتین که اقلا یک مزارشم اقلا طریق اینترنت میدیدم که مثل ما ممکن که با فکرم دیگه میشنم. خاصیت پس از جستجوهای زیاد در اینترنت یکی از عکس‌های آخرین پسرش را پیدا کرد. با یکی از همصفان پسر جهادیش در اینترنت در تماس شد که از زمان زخمی شدن پسرش قصه میکرد. اما بعداً آن جوان هم دیگر رابطه را قطع کرده است. بعد نقل کرده بورش که گفت وقتی که یک بار ابو احمد وشتگی بودن تیر خوردگی بود میگن در بلنسه یک جا خوابیدم در دستی روزش. بختیار شیروف در کالج حربی شامل شده بود و در سال اول تحصیل میکرد. اما با علت مشکل زندگی تحصیل را ادامه نداد و به روسیه مردکاری رفت. 4 سال همراه با مادر مردکاری میکرد ولی پس از بازگشت مادر به سوریه رفت. هیچ باورم نمیاد که بچه ما автомат گرفته و بچه ما یک کسی کشتن. بچه ما موچکه و زور دادن. بسیار رحم دل بود. اما محبت محمودова مادر پرویز سید رحمانوف جهادی دیگری تاجیک که از حال فرزندش بیخبر است امکان جستجوی فرزندش از طریق اینترنت را ندارد. میخواستم که خیلی پنسامو گیرم پولم جمع کنم و خیلی روز دیگر 3 و 4 ماشین نگرفتم بگیرم. گفتم همین خیلی تلفنی و گیرم و اینترنت یاد بگیرم و قطعش خیلی صحبت کنم گپ زنم دعوتش کنم بیویه قطعش گپ زنم خیلی بچه کشه بینه. اوتم چی نام داره اوتایته؟ پرویز کجا ده؟ مسکو چی کار میکنه مسکو ده؟ کای پرویز سید رحمانوف پسر محبت محمودова معروف با ابو داوود ماه مارس سال گذشته به عراق رفت و به جنگیان دولت اسلامی پیوست. دعوت کردم گفت چجور من نمیرم چه کم میتونم در حق من دعا کنم من دیگر رفتن نمیتونم. گفت و مثل این مادران بیشتر از 300 والدین جوانانی که در سوریه و عراق کشته شدند یگانه راه پیدا کردن نشانه از فرزندانشان را در شبکه اینترنت می‌دانند. زیرا دیگر هیچ ارتباط قانونی با گروه دولت اسلامی موجود نیست.